فعالیت حزب کمونیست در قلمرو تاجیکستان غیر قانونی و دارایی آن ملی دانسته شود. 20 سال پیش این امر را اجرا کننده رئیس شورای عالی تاجیکستان قدرالدین اصلانوف در حضور هزاران اعتراضگر نیروهای مخالفین اعلام کرد. به دنبال این چون رمز خاتمه حاکمیت کمونیست‌ها رئیس شهر دوشنبه مقصود اکراموف امر سرنگون کردن هیکل لنین را صادر نمود. این قرار برای کمونیست‌های تاجیکستان تأثیر رعد و برق در تابستان را داشت و بسیاری‌ها را در حال شاک قرار داد. وقتی که من دیدم که در پیش نظر همون هیکل لنین از همونجا چپه کردند و بالایش بر اومدن سوم زدند و همین خیلی گویا که فکر کردم که من چپه کردند. از سوی دیگر خوشحالی نیروهای اسلامی و دموکراتی در رابطه به خاتمه حاکمیت کمونیست‌ها پیش از وقت بود. برتری کمونیست‌ها در پارلمان به آنها امکان داد قدرالدین اصلانوف را که به مخالفین توجه نشان داد به آسانی سرنگون و قرارهای او را لغو کنند. من فکر می‌کنم که اگر هیکل لنین نمیشید باز یگان بهانه دیگر پیدا میشید. یکی از رقیبان قدرالدین اصلانوف رئیس شورای عالی وقت مربی او واحد وهابوف بود که آن سالها همچون مشاوری پس پردگی حکومت کمونیست‌ها شناخته میشد. او مردم را برای تظاهرات به میدان خواند و طلب برگزاری جلسه عاجل پارلمان را در میان گذاشت. پگاهش به دیکتاتور جمع شدم. سیاسی شویت عالی تاجیکستان دعوت کرده شد. قدرالدین اصلانوف خودش برنده شد. در همونجا قدرالدین اصلانوف از وظیفه سبکدوش کردن و رحمان نبیجه پیشنهاد کرد. رحمان نبیج رئیس شورای عالی انتخاب شد. با شنانیدن رحمان نبیوف نماینده شمال کشور در کرسی رئیس شورای عالی، کمونیست‌ها سنت دیرینه دولتداری در تاجیکستان شوروی را به هم زدند و نمایندگان شرقی کشور را از رهبری این شاخه مهم دولت محروم کردند. به خاطر از صحنه سیاسی دور کردن مخالفین، کمونیست‌ها همچنین حزب اسلامی را غیر قانونی اعلان نمودند. با شعار محلی زنده باد فلان محل انقلاب کردن نمی شود. با شعار ملی زنده باد فلان ملت انقلاب کردن نمی شود، ولی با شعار دینی می شود. همین شعار دینی در واقعه‌های هم سال 90 هم سال 91 هم سال 92 به کار گرفته شد. به گفته تاریخ شناسان بروز دوباره رحمان نبیوف از یادها رفته در صحنه سیاسی بحران دولت را ژرف‌تر کرد. رحمان نبیوف که در میانه‌های سالهای 80 از مقام کاتب اول حزب کمونیست تاجیکستان سبکدوش شده بود، زمان ظهور دوباره‌اش در قدرت توانمندی سیاسی خود را از دست داده بود. نبیوف همچون یک لیوای در مقابل سیستم کمونیستی در دست قوه‌های دموکراتیک تاجیکستان بود. نبیوف را از فراموشی داملا تورجان زاده، داملا شادمان یوسف برآورده به قدرت سیاسی بازگرداندند. اما بعداً کمونیستان نیز این قرطه خوابیده را به کار بردند و در انتخابات پرزیدنتی او را به حیث نامزد پیشبری کردند. دیگر علاج نبود، دیگر کادر نبود، دیگر شخصی گویا که از وی از آبرومندی که در دوره شوروی آبرو داشت نبود، بنابراین انتخاب کرد. به این ترتیب نخستین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان کشور را به دو جناح تقسیم کرد. هرچند در انتخابات 9 نامزد ثبت نام شده بود، اما مبارزه اصلی در بین نامزد کمونیست‌ها رحمان نبیوف و نامزد دموکرات‌ها دولت خدانظروف جریان گرفت. اولی را کمونیست‌ها و ساکنان ولایت لعل‌آباد و کلاب دستگیری کردند. نامزد دوم از پشتیبانی نیروهای مخالفین، زیایی‌ها، ساکنان بدخشان و وادی قراتگین برخوردار بود. مشکلی رحمان نبیوف در آن بود که وقتی که انتخاب شد اولا کدام دستگاهی اداره‌داری نداشت. تاجیکستان ارتش نداشت. کمیته امنیت اساسا کمیته امنیتی اداره شونده از مسکو بود. در اواخر سال 1991 چهره دیگر سفرعلی کنجایف با کمک رحمان نبیوف به صحنه سیاسی وارد شد. کمونیست‌های پارلمان او را به مقام رئیس شورای عالی انتخاب کردند. این حقوقدان ظاهراً آرام ولی باطناً جسور و تندمزاج از آغاز تلاش کرد که نیروهای قدرتی را تحت نظارت حکومت نبیوف درآورد. وزیر داخلی وقت محمد ایاز نوجوانوف زاده بدخشان تاجیکستان که نهاد تحت نظر خود را بی‌طرف اعلان کرده بود، از جانب کنجایف در محضر عام تحقیر شد. تلویزیون این همه را پخش کرد. جلسه تاریخی کنجایف به گرد همایی‌های طولانی در کشور راه گشاد. فقط دو طلب بود. استعفای رحمانوف نبود، رحمان نبیوف نبود. استعفای سروزیر نبود. استعفای فقط کنجایف بود و طلب برگزاری انتخابات نوی پارلمانی بود.
نبردهای سیاسی در تاجیکستان مقامات کشور همسایه یعنی ازبکستان را ناآرام کرده بود. اسلام کریموف که طوفان سقوط شوروی قدرت او را نیز ضعیف کرده بود، فشار نیروهای دموکراتیک و اسلامی را به سختی تاب می آورد. گرد همایی و آزادشوی جامعه تاجیکستان روندهای به این مانند در ازبکستان را سرعت می بخشید. برای روسیه و ازبکستان پیش از همه هدفشان همین بود که نیروهای اسلامی باید از تاجیکستان کاملا نیست و نابود شوند و از کشور بیرون رانده شوند. در این میان رژیم رحمان نبیوف با استفاده از شیوه‌های مخالفین جانبداران خود را به میدانها دعوت کرد. در پایتخت کشور در فاصله 500 متر دورتر از یکدیگر دو گرد همایی جریان داشت. تاجیکستان نیز به نواحی جدا شده بود که یکی از میدان آزادی و دیگری از میدان شهیدان پشتیبانی میکرد. باید تاجیکستان به جنگ میشد. باید نیروهای ملی و اسلامی که در اون وقت واقعا بین مردم در نفوذ داشتند باید سرکوب میشدند. انیخترش باید فیزیکی نابود کرده میشد. و این استانوفکره به همون مسئولین فرانت خلقی که میرفتن مذاکره میکردن کشور همسایه سلاح و مهمات و این وای میدادنشون شرطشون همین بود. ماه می تاجیکستان به گرداب جنگ شهروندی فرو رفت. پرزیدنت نبیوف نظارت دولت و کشور را از دست داد. در پی فرار شد ولی در فرودگاه از طرف گروه مسلح مخالفین بازداشت گردید. او با فشار این گروه عریضه استعفای خود را نوشت. با همین حکومت به دست رئیس پارلمان اکبرشاه اسکندرف گذشت. تا این وقت نقش دخالت نیروی سیوم به نزاع بین تاجیکان تا رفت روشن‌تر می‌شد. اکبرشاه اسکندرف اظهار می‌دارد که اگر وضعیت عمیق ادامه کردن گیرد و اسلام کریموف دخالت نکند و سفرعلی کنجایف را سر میز مذاکرات نشاند، در این صورت اکبرشاه اسکندرف باعث اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان اعلان می‌دارد که تجاوز خارجی صورت گرفته است. یعنی که نیروهایی که برابری کنجایف آمدند اینا اساساً شهروندان ازبکستان هستند و پاسپورت‌های اینا پیدا شده است. ماه نوامبر سال 1992 اسکندرف آن زمان یگانه چهره قانونی دولت تاجیکستان برخلاف انتظارات نیروهای مخالفین به خوجند رفت. در خوجند با میانجیگی مسکو و تاشکند جلسه فوق‌العاده پارلمان تاجیکان برگزار شد که ساخت پرزیدنتی اداره دولت را لغو کرد و صلاحیت را به شورای عالی داد. در این جلسه امام علی رحمانوف نماینده مردمی از ناحیه دنقره که برای جامعه کاملا ناشناس بود ولی مسکو و تاشکند را قانع می‌کرد رئیس شورای عالی انتخاب شد. بعد از 5 سال دیگر که رویارویی و خونریزی و قتل و کشتار سپری شد، حکومت رحمانوف با مخالفانش سازشنامه صلح امضا کرد و با این جنگ شهروندی در تاجیکستان رسما خاتمه یافت.